السلام علیکم. برایش آمین خیلی خدا الله اکبر. او برایش دیر کردی؟ ناس پینجت می هم. دیر کردی میگم. ای برادرو. گشتید ده. میخی گشتید ده شما حیات بیخبر. شما از زندگی بیخبر. بیخبر؟ او بیخبر. من مثلا من شکرش دو زن دارم. زن؟ شما گشتید میخی. مبارک شود. دو زن. مبارک شود. و چند سال شد شما خبر نداره. من یک تاش اگر کوتتون شوید اگر یک تاش گزمال میکند. یک تاش کار خانه را کند. دویمش کار گو کوله آغل میکند. یک تاش شوربه پزد. یک تاش آش میپزد. یک تاش گلمنته پزد اگر دیگرش توپک. انا زندگی انا حیات اگه گشتید میشم اینا واقعا میتونید که این کار کردن برای چی هم تو یک زن قطع عمر روزم تو میگذرونید از شمای برادرها نخواد که همین علف به همون افت و بشر دو زن گیرد و این من رئیسی خواجگی دهقانی به یک زن عمره به خزا کرده کردم از پشتی این کار شد نکار یک زن دیگر گیشن نکار از سرت موند می بیاد حالی عدل می پسد نمیری پیشم اون زنی دیگر که با آشگویی با ناز و ناز کنشینی این بر عمرت نه زنک اوی زنک هیچ افخواه تیار شد؟ ای گوشنگی مردم تیز باز یکان چی پداخید چه داد میگویی؟ انا یک دیگ زهر مارت پختم فهمیدی؟ بیا خور تیز گم شد پیش زنی دیگری چه به تبت خیره های؟ منو گوش کن من از چی کمی داشتم که تو خیزی ابالای من با زن گرفتی ها؟ از چی کمی داشتم شکر کن که تو را من گرفتم نباشد تو سیای دوله کندی جوازه کی میگرفت؟ کی میگرفت؟ و من فکر کردم که او کاری تو هم آسان میشده و من هم در همین پیری کمتر راحت میکنم این من کی میدارم که به این روز میرسم تو میتونی من نمیتونم چقدر تو زن گرفتی من هم میرمشون میکنم فهمیدی؟ من هم میرمشون میکنم تو میتونی من نمیتونم چی؟ یک خر ننالد و بارش نالد؟ من گوش کن تو شکر کن که تو را من گرفتم فهمیدی؟ تو را من گرفتم نباشد یگان کس در این خانه تا پا نمیموند من همین باد پیر نشود و از بازار نماند گفتم و من تو را گرفتم نباشد برای من 100 دختر مرده بود فهمیدی؟ دیگه پات در این خونه نمون فهمیدی؟ از روزی که زن گرفتی برای که خونه ما پروندی با تو بچه همه کسلی کردی تو رفت دیگه پات نمون دیگه رود نبینم طاقتی دیدار رود ندارم فهمیدی؟ گم شو از پیشم گوش کن من دیگه پامو بی خونه نمیمونم فهمیدی؟ تو میدونی این خونه درت رگو شپشم
ها در کجا میارزیده باشه نه؟ زمین دارم، 10 گکتر زمین دارم، ماشین دارم. اوه این چه خیل مردک انا در پیش وی زن کشلاقش میگردد نمیگوید کی وی زن شهرین احوالش چی شد. خدایا من چیکار میکنم؟ همه کسمتیکه های من ادا شدگی. اوه من برای خودم جواهرات خریدنم در کار. اوه من چطور به کار میرم در بین هم کارونم چیکار میکنم چی مردک شد وی برای من. اوه خدا من این طور میکنم یگان کارش معلوم نیست که برای من چی میکند وی مردک. خدا جانه کی می آمده باشد که من این پرابلم روزگارم رو حل میکرده باشم. وای السلام علیکم زنک جان. چطور؟ و علیکم السلام مردک جان. در ویران شده؟ صحت سلامت. ها در کجاها میگردی؟ مرحمت شینه چطور؟ ها همش نقص کارها نقص مردک جان. طبعت چق بسیار نقص. انا چه خیلی که میبینید نقص کو؟ نقص بسیار نقص مردک جان. گوش کن بیا کارهای خانه منو یک پیاله چای کن یا یگان هم نهاری نقص پس که دم گیرم کار صحرا منو کش. یگان نهاری پزم؟ نهاری را با چی پزم مردک جان؟ شما در پیش زنی قشلاقتان 1 هفته 2 هفته 3 هفته میگردید که نمیگوید که وی زنی احوالی وی زنم چی شد. و در خانه نپر شما گوش کنید من گپ میزنم. در خانه نه پرودکت نه یگان شیرینی نه یگان چیزی میخوردنی. انا دست و پنجه من رو بینید زنی شرخ میتمر میکردن. لک های من تمام شدگی لک سرخونک های من ادا شدگی. وای مردک شما چه مردک کنی آن وعده های دادگیتون نه مردک جان؟ آرام شب یک دم آرام شب. من چطور آرام شبم چطور؟ من گپ زدن ممکن می؟ گپ زنید. گوش کن او کار صحرا از حد بسیار. وقتی موسمی پخت چینی و چارمغز زمینی و علف و کلف ها رو یک جا بردن ماندن همین کار وقت نشد بیام. دویم این که وای من تو به مارم زنک جان وای دوگانت سالهای سال روی قند نمیبیند و شیرینی فراموش کرده و گوشت عموما نامش نمیدوند و بعد تو همین دوام 1 هفته اقرار مسئله بسیار. وای زنی دهاتتان فرقش از زمین تا آسمان بین من و وی فهمو. شما وقتش برای من این طور میکنم من این طور میکنم کنی وی وعده های دادگیتان با من گپ خالی در کار نیست. برای من انا لیوسترهای فسان در خانه پلاس های فسان قیمت بها انا جواهرات های زیبا چید نمیرسد برای من همش از کوخید همه این را اینها پیشتره بودن همه این را از سری نف کردم در کار. برای من گپی خالی در کار نیست. برای من چیز تیلا چیزی قیمت بها انا وی بین هم کارم برای من هم یک انتو آب رو در کار برای من هم یک انتو ماشین چه گرید که منم بین هم کارم یک انتو تگی کرده رفته بیایم مردک جان. گوش کن من گفتم که یک بار پیش تو آمده یک همین دم گیرم یک عصبم آرام کنم و تو بجای عصب آرام کردن و عصب ویران کردی پیش من با کیسه خالی نیایید. با من کیسه خالی در کار نیست. شاید گرد بستری حرکتون شود از حدتم بیزار شدم. من دیگر ایلاج ندارم. من باید قبرستان بخوابم. من اینجا بیایی مغل و اینجا میریم مغل این جنگ داست دیلم بذار خیلی من دیگر پام همین خانه من نمیمونم.
تابتون خیره؟ نپرس آشنا نپرس. اینجوری آخه؟ باور کن گپ یک کثافت گوش کردم و به بلایی برگرفتار شدم. چی گپ شده؟ همین یک آشنام هر روز تعریف من 2 زن دارم، اینش لباس میشوید، ویش خوراک میپزد، اینش این میکند، ویش وی میکند. من گپی هوایی گرفتم و منم زنی دویم گرفتم. زنی دویم گرفتم و خانه کم سوخت. نه در اینجا روز راحت، نه در اونجا روز راحت. این جنگ وی جنگ، این پل بیار وی پل بیار، این بود وی بود. با خودم دردی سر خریدم گویی؟ دردی سر. من مجبورم که روم از جبری همینا را در قبرستون خورم، همونجا آرومتر. خیر آشنا خیر. دوزنه عمر روزت همین خیل بوده یا؟ چه به من عراق بیره کردی؟ چه به خانه آبادی من ویران کردی؟ چه به لاف زدی که 2 زنه این خیل 2 زنه این خیل، یک زن این میکند یک زن وی میکند. ای یاد همین بوده یا من بیراه کردی، خانم ویران کردی. ای نادان، ای آشنای نادان من، من در اینجا خودم تنها زخمه شدم.